ببینید که این زنی بهحیا یک عطر رکلام کرده با تمام بی‌شرمی و کبر و غرور چی میگوید؟ دکای زندار شما میتونید ویدیو را بگذارونید. این ویدیو برای بچه‌های بزنید. بچه‌ها میخواین که دخترای قفاتون بدم؟ من شما ایدو خیلی توصیه میکنم. همین گپ چی معنا دارد؟ آشکارا ترغیبات زنا یا طرفداری از زناکاران. وای بر حال تواری زنی بهحیا. مگر مردهای خانواده شما مردند یا ناموس و غیرتشان را از دست دادند تا تو را از این بهحیایی باز دارند؟ زنهای سوداگر از حد نگذره. زنی مسلمانی با حیا مناسب خودش گپ میزند. از الله بترسید. شریعت زن را اجازت میدهد که کار کند، ولی کاری که مناسب خودش باشد، نه اینکه به هنگام کار با کلام خود مردها را بیقرار کند و حتما باید حجاب خود را رعایت کند، نه اینکه لبهای دم کردگی به حجاب به نمایش براید. خداوند در آیه 32 سوره احزاب زنان مسلمان را از نرم صحبت کردن با مردان بیگانه منع میکند، اما این زنی بهحیا با یک نازک کرشمه و کبر و غرور سخن میگوید. خواهران عزیز، در هر کار فرموده های خدا را رعایت کنید، ورنه انتظار عذاب الله باشد که دیر یا زود بر سرتان می آید. این را یقین بدانید.